بعضی انسان‌ها در تاریک ترین لحظه های تاریخ نوری پیدا کردند که هنوز هم راه میلیون ها نفر رو روشن میکنه. سلام، من الهام غریبم. اینجا جهان پنهانه. تصور کن یک روز از خواب بیدار میشی و تمام زندگیت یکو تغییر میکنه. خونت، شغلت، خونوادت و حتی آینده‌ای که براش برنامه ریزی کردی، همه چیز در یک لحظه از تو گرفته میشه. این داستان مردیه که بدترین روزهای تاریخ بشر رو تجربه کرده، اما در همون تاریکی نوری پیدا کرد که بعدها زندگی میلیون ها انسان رو تغییر داد. اسم اون ویکتور فرانکل بود. اون یک روانپزشک جوان در شهر وین اتریش بود. تمام زندگیش صرف کمک به انسان‌ها شده بود. اون باور داشت که ذهن انسان قدرتی داره که هنوز بیشتر مردم اون رو نمیشناسن. اما سال 1939 همه چیز تغییر کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد و خیلی زود ارتش آلمان نازی بخش بزرگی از اروپا رو در اختیار گرفت. زندگی برای میلیون ها نفر به کابوسی واقعی تبدیل شد. یهودیان یکی پس از دیگری بازداشت می شدن. خونه هاشون مصادره می شد و خونواده ها از هم جدا می شدن. ویکتور هم از این سرنوشت فرار نکرد. اون به همراه همسر، پدر، مادر و برادرش دستگیر شد. هیچ کس نمیدونست قرار به کجا برن. قطار ساعتها و روزها در حرکت بود. واگن‌ها پر از انسان‌هایی بودند که فقط یک سوال داشتند: قرار چه اتفاقی بیفته؟ وقتی در واگن باز شد، هوای سرد و سکوتی سنگین همه رو فرا گرفت. جلوتر سیمی خاردار دیده میشد، برج‌های نگهبانی، دودکش‌هایی که دودشون بی‌وقفه به آسمون میرفت. اونها به اردوگاه آشوتیس رسیده بودند. اما هیچ کدام نمیدانستند که از همین لحظه زندگی گذشتهشان برای همیشه به پایان رسید. اولین چیزی که از اونها گرفتند لباسهاشون بود، وسایل شخصی، بعد اسمشون و در آخر برای هر نفر فقط یک شماره موند. اما اونها نتونستند یک چیز رو از ویکتور بگیرن، چیزی که بعدها تمام دنیا در مورد اون خوندن: انتخاب نگرش. قدرت این که حتی وقتی همه چیز رو از تو گرفتن، هنوز بتونی انتخاب کنی که چطوری به زندگی نگاه کنی. ویکتور هنوز نمیدونست که روزهای بسیار سختری در انتظار اونه، اما در همان جهنم قرار بود بزرگترین حقیقت زندگی رو کشف کنه. حقیقتی که بعدها در کتابی نوشت و زندگی میلیون ها انسان رو تغییر داد. اولین شب در اردوگاه هیچ کس نتونست بخوابه. سرما از هر طرف به داخل اردوگاه نفوذ میکرد. لباس ها نازک بود. پتوها برای اون همه انسان کافی نبود و آینده کاملا نامعلوم. صبح روز بعد قبل از طلوع خورشید همه رو با فریاد نگهبانها از خواب بیدار کردند. از اون روز زندگی دیگه معنای گذشته رو نداشت. هر روز ساعتها کار اجباری، گرسنگی، سرما و خستگی، گاهی تنها غذای روزانه یک تکه نان و کمی سوپ رقیق بود. خیلی از زندانیا اونقدر ضعیف شده بودند که حتی راه رفتن براشون دشوار بود. اما سخت‌ترین درد گرسنگی نبود، سرما هم نبود. سخت‌ترین درد از دست دادن امید بود. هر روز به تعدادی که دیگه توان ادامه دادن نداشتند اضافه می شد. فرانکل با دقت رفتار بقیه رو نگاه می کرد. او می دید کسانی که باور داشتند دیگه هیچ آینده‌ای وجود نداره خیلی زودتر از پا می افتادن. اما افرادی هم بودند که با وجود تمام رنج‌ها هنوز دلیلی برای زنده موندن داشتند. یکی به امید دیدن فرزندش، دیگری به امید بازگشت کنار همسرش و یکی دیگه به امید تموم کردن کاری که نیمه تمام مونده بود. ویکتور هر شب در ذهنش کتابی رو مرور می‌کرد.
کتابی که پیش از دستگیری سالها برای اون زحمت کشیده بود. نسخه دستنویس اون موقع ورود به اردوگاه از اون گرفته شده بود، اما هیچ کس نمیتونست دانش و اندیشه هاش رو از ذهنش بگیره. اون در دل همون اردوگاه با خودش عهد کرد اگه یک روزی از این جهنم زنده بیرون بیاد، تمام آنچه را که دیده و آموخته برای دنیا خواهد نوشت. همین فکر به اون قدرت میداد، قدرتی که شاید از یک بعد غذا هم مهمتر بود. کم کم فرانکل به حقیقتی عجیب رسید. انسان فقط با غذا زنده نمیمونه. گاهی یک امید، یک هدف یا حتی یک رویا میتونه جان انسان رو حفظ کنه. اما اتفاقی که در روزهای بعد افتاد این باور رو برای همیشه در ذهن ویکتور حک کرد. اون فهمید در جایی که حتی آزادی کاملا از بین رفته، هنوز یک آزادی از انسان گرفته نمیشه و اون آزادی انتخاب نگرش اونه. روزها پشت سر هم میگذشتن. سرما، گرسنگی و کار طاقت فرسا هنوز ادامه داشت. اما ویکتور متوجه چیز عجیبی شده بود. او میدید در میون اون همه رنج هنوز تعدادی از آدم‌ها لبخند میزنن. بعضی موقع‌ها تیک نونشون رو با فرد دیگری تقسیم میکنن. بعضی موقع‌ها به جای ناامید کردن دیگران به اونها امید میدادن. ویکتور از خودش پرسید چطور ممکنه وقتی همه چیز از انسان گرفته میشه، چرا بعضی هنوز انسانیتشون رو حفظ کردن؟ و همونجا به بزرگترین کشف زندگیش رسید. اون فهمید ممکنه همه چیز رو از انسان بگیرن، خونش، آزادیش، خونوادش، حتی اسمش، اما یک چیز همیشه در اختیار خود انسانه و اون هم اینه که انتخاب کنه چطوری فکر کنه و چطوری رفتار کنه. این که در برابر سختی ها چطوری واکنش نشون بده. بعدها اون این جمله رو نوشت: از انسان میتوان همه چیز را گرفت جز یک چیز، آخرین آزادی انسان، یعنی انتخاب نگرش خود در هر شرایطی. این جمله تنها یک جمله نبود، خلاصه تمام زندگی او بود. ویکتور هر روز خودش رو توی ذهنش اینطور تصور میکرد که روی صحنه ایستاده و برای دانشجویانش از همین روزهای سخت سخنرانی میکنه. اون در ذهنش آینده رو میساخت، در حالی که هنوز در دل همون اردوگاه بود. شاید همین تصور بود که هر صبح دوباره بلند میشد. بعضی وقتها انسان قبل از اینکه در واقعیت نجات پیدا کنه، اول در ذهنش نجات پیدا میکنه. ویکتور این راز رو در دل همون جهنم کشف کرد. اون فهمید وقتی کسی دلیلی برای ادامه دادن داره، میتونه سخت ترین روزهای زندگی رو تحمل کنه و این همون نوری بود که آروم آروم در دل تاریک ترین روزهای زندگیش روشن شد. اما جنگ هنوز تمام نشده بود. خبری در راه بود که قلب ویکتور رو برای همیشه خواهد شکست. با این حال همون اتفاق باعث شد پیام زندگی او عمیق‌تر از همیشه بشه. ماه‌ها گذشت و جنگ همچنان ادامه داشت. هر روز انسان‌های بیشتری از بین می‌رفتند و هر روز بار غم سنگین‌تر می‌شد. ویکتور تقریباً دیگه هیچ خبری از خانواده‌اش نداشت و فقط امید داشت که روزی دوباره بتونه اونها رو ببینه. اما بعدها فهمید پدرش جان خودش رو در اردوگاه از دست داده. برادرش هم هرگز برنگشته و همسر جوانش هم که تمام امید زندگیش بود در اردوگاهی دیگه جان خودش رو از دست داده بود. در یک لحظه تقریباً تمام کسانی رو که داشت از دست داد. اگر جای او بودی چه کار میکردی؟ آیا ادامه میدادی یا تسلیم میشدی؟ ویکتور روزها به این سوال فکر میکرد و جواب رو آروم آروم در دل همون رنج‌ها پیدا کرد. اون فهمید گاهی نمیتونیم شرایط زندگی رو تغییر بدیم، اما میتونیم نحوه روبرو شدن با اون رو انتخاب کنیم. رنج اگر هیچ معنایی نداشته باشه،
انسان رو میشکنه. اما اگر بتونی در دل همون رنج معنایی پیدا کنی، همون رنج میتونه تو رو قوی تر کنه. از اون روز ویکتور تصمیم گرفت اگر زنده موند تمام دنیا رو با این حقیقت آشنا کنه. حقیقتی که در هیچ دانشگاهی به اون یاد نداده بودن، بلکه در دل سخت‌ترین روزهای زندگیش اون رو آموخته بود. اون دیگه فقط برای زنده موندن تلاش نمی کرد. اون برای رسوندن یک پیام به آینده برای زنده موندن تلاش کرد. پیامی که می گفت زندگی در هر شرایطی میتونه معنا داشته باشه. پس از سالها صدای گلوله ها کمتر و کمتر شد. جنگ به پایان نزدیک می شد و درهای اردوگاه کم کم در حال باز شدن بودند. اما آیا آزادی واقعاً به معنای پایان درد بود؟ یا داستان اصلی تازه از اونجا شروع می شد؟ سرانجام پس از سالها جنگ به پایان رسید. درهای اردوگاه باز شدند. اما آزادی اونطور که تصور می کرد نبود. اون به شهری برگشت که دیگه شبیه گذشته نبود. خیابونها ویرون شده بودند و بسیاری از چهره‌هایی که دوست داشت دیگه وجود نداشتند. در یک لحظه اون فهمید که باید زندگی رو از نو بسازه، نه با خانواده‌ای که دوست داشت، بلکه تنها. خیلی ها بعد از چنین اتفاقاتی شاید برای همیشه در غم گم می شدند. اما ویکتور انتخاب دیگری کرد. اون تصمیم گرفت که رنجی رو که کشیده بود بی معنا رها نکنه. اون دوباره قلم به دست گرفت و شروع کرد به نوشتن آنچه که در دل اردوگاه آموخته بود. اون نوشت که انسان همیشه قدرت انتخاب داره، که حتی در دل تاریک ترین لحظه های زندگی میشه معنایی پیدا کرد و همین معنا میتونه انسان رو زنده نگه داره. مدتی بعد کتابی منتشر کرد، کتابی که بعدها به 10 زبان ترجمه شد. نام اون انسان در جستجوی معنا بود. کتابی که تا الان به میلیون‌ها نفر کمک کرده، نه فقط برای تحمل رنج، بلکه برای پیدا کردن دلیلی برای ادامه دادن. ویکتور دیگه فقط یک بازمانده جنگ نبود. اون به صدایی تبدیل شد که به دنیا یادآوری کرد بعضی وقتها عمیق‌ترین زخم‌ها بزرگترین درس‌های زندگی رو توی خودشون پنهان کردن. اما بزرگترین پیام ویکتور فرانکل هنوز در راه بود. پیامی که شاید نگاه تو رو به تمام سختی‌های زندگی تغییر بده و این داستان رو با جمله‌ای به پایان میرسونه که هنوز در قلب میلیون‌ها انسان زنده است. سالها از پایان جنگ میگذشت و ویکتور فرانکل زندگی رو از نو ساخت. اون به دانشگاه برگشت، دوباره به بیمارانش کمک کرد و سخنرانیاش در سراسر جهان شنیده میشد. اما هر وقت هر کس ازش میپرسید که چطوری تونستی تمام اون رنجها را تحمل کنی، اون از شجاعت خودش حرفی نمیزد. اون فقط از یک حقیقت سخن میگفت، حقیقتی که در دل همون اردوگاه کشف کرده بود. اون میگفت کسی که چرای زندگیش رو پیدا کنه تقریباً هر چگونه‌ای رو تحمل خواهد کرد. شاید همین جمله تمام راز زندگی اون بود. ویکتور هیچ وقت رنجهاش رو انکار نکرد. اون نگفت زندگی آسونه، نگفت همه چیز خوب پیش خواهد رفت، بلکه گفت حتی اگر نتونی شرایط زندگی رو تغییر بدی، هنوز میتونی خودت رو تغییر بدی. شاید امروز تو هم درگیر سختی باشی، شاید احساس میکنی تمام امیدت رو از دست دادی، شاید شکست خورده باشی و شاید عزیزی رو از دست داده باشی. اما داستان ویکتور فرانکل چیزی رو به ما یاد میده که هیچ مدرسه‌ای به ما آموزش نداده، که گاهی آزادی انسان در بیرون نیست، بلکه در درون خود انسانه، در تصمیمی که میگیره، در نگاهی که انتخاب میکنه و در معنایی که برای رنجهاش میسازه. امروز کتابهای اون در سراسر دنیا خونده میشن و میلیونها انسان با نوشتهاش دوباره امید پیدا کردن. بعد از شنیدن این داستان فقط یک سوال میمونه: معنایی که تو رو هر روز از خواب بیدار میکنه چیه؟ شاید جواب این سوال تمام مسیر زندگیت رو تغییر بده. اگه این داستان حتی کمی نگاه تو رو به زندگی تغییر داد، اونو برای کسی بفرست که این روزها نیاز به انگیزه و امید داره.
اینجا جهان پنهانه، جایی که در دل داستان‌های واقعی امید ادامه دادن رو پیدا می‌کنی. تا ویدیوی بعد یادت باشه گاهی زندگی از ما نمیپرسه که چی میخوایم، بلکه از ما میپرسه در برابر آنچه که برایت اتفاق افتاده چه انتخابی میکنی. تمام.